دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. میخوام راجع به لنت ترمز براتون توضیح بدم، توضیحات کوتاه کاربردی مفید که همه تا یه حدودی بشناسن، بدونن لنت مرغوب چیه، لنت نامرغوب چیه. لنت ترمز ارتباط مستقیم با جون آدما داره، چرا که وظیفه ترمزگیری و ایستادن ماشین به عهده لنت ترمزه و اگه از لنت نامرغوب استفاده کنیم زمان ترمزگیری به خاطر اینکه لنت حرارت بسیار بالایی با تحمل بکنه حالت شیشه‌ای میشه و شما هرچی پاتون رو ترمز میذارید ترمزگیری انجام نمیشه. به خاطر همین حتما باید یا از لنت‌های ایرانی دارای استاندارد استفاده بکنید یا لنت‌های خارجی مورد تایید. حالا برای فرایند استانداردگیری خیلی آزمایشات مختلفی روی لنت انجام میشه تا بهش علامت استاندارد بدن و لنتایی که میبینید تو بازار با قیمت پایین بدون علامت استاندارد فروش میره دلیلش اینه که تو یه سری از آزمایشات اون نمره قبولی رو نمیگیرن و سعی بکنید حتما لنت استاندارد استفاده بکنه. حالا یه مبلغ بیشتر شما پرداخت بکنید ارزش داره که با جون خودتون و دیگران بازی بکنید. لنت شیزر از اون لنتایی هست که چند تا استاندارد گرفته، چند تا ایزو گرفته و علامت استاندارد گرفته و شما خیال راحت میتونید ازش استفاده بکنید. نسبت به کیفیتی که داره قیمت بسیار مناسبی داره. من حالا تو ویدیو براتون توضیح دادم. از مس توش به کار رفته، برادای مس توش به کار رفته و این باعث میشه که دیسکتون ساب نره. این به جای براده مس اگه براده آهن باشه دیسکتون هم ساب میره و به مرور دیسکی که بین دو تا لنت قرار میگیره باریک و باریکتر میشه و اونم باز خطرناکه. خیلی متشکر، وقتتون بخیر.